وقتی چینی ها از مرزهای تخیل بشر هم عبور می کنند، این بار غول خودروسازی چین یعنی BYD، شرکتی که قدمتش به 20 سال هم نمیرسه، داخل پرانتز خاک بر سر ایران خودرو و سایپا، از یانگ وانگ یونو رونمایی کرد. یک خودروی برقی مجهز به یک باتری 80 کیلووات ساعتی، تنها طی 15 دقیقه شارژ و قادر به طی مسافتی حدود 465 کیلومتر، 1287 اسب بخار قدرت و شتاب 0 تا 100ش 2.36 ثانیه است. سقف سرعت 310 کیلومتر بر ساعت. همچنین مجهز به یک سیستم تعلیق بی‌نظیره، قادر به چرخش 360 درجه هم است. جا داره بگم تو نازتو برم عروسک. حتی شما قادرید با گوشی همراهتون این خودرو رو کنترل و به رقص وادار کنید. حالا به نظر شما 233,000 دلار میارزه؟ در پست های قبلی دانستنی استارز ببین شاسی بلند جدید چینی ها و خط و نشان برای کمپانی های بزرگ. پرفروش ترین وانتبار تاریخ چیه و چه مشخصاتی داره؟ پس دانستنی استارز رو فالو کن.